دیگه فیل و زا رو به جای همدیگه استفاده نکن. بیا تا فرقشون رو بهت بگم. فیل به معنای مقدار زیادی یا تعداد زیادی هستش که بعدش اسم میشینه. حالا اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارش. برای اسامی قابل شمارش ما از فیل استفاده میکنیم و اسم بعدش باید به صورت جمع بیاد. برای اسامی غیر قابل شمارش از فیل استفاده میکنیم و اسم بعدش باید به صورت مفرد بیاد. مثلا er trinkt viel Wasser oder es gibt viele Häuser in der Stadt. یا das hat viel Spaß gemacht. خب پس توی این مثال ها بعد از فیل چی اومده؟ اسم اومده. کاربرد بعدی فیل این هستش که بعدش صفت تفصیلی بیاد. مثلا unsere neue Wohnung ist viel größer. یعنی آپارتمان جدید ما به مراتب بزرگتره. یعنی خیلی بزرگتره. پس این دوتا کاربردهای فیل بود. حالا زا رو کی استفاده میکنیم؟ زا رو وقتی که میخوایم یک قیدی یا یک صفتی رو در واقع تاکید کنیم روش ازش استفاده میکنیم. پس بعد از زا یا قید میاد یا صفت میاد. مثلا das ist sehr gut. یعنی اون خیلی خوبه. ببینید بعد از زا صفت اومده که همون گوت هستش. یا das Auto fährt sehr schnell. ماشین خیلی سریع میره. ببینید شنل اینجا قید هستش. زا اومده اون رو در واقع تقویتش کرده. یا اینکه زا رو میتونیم به صورت تنها استفاده کنیم. خود زا هم یه قیده. Ich liebe dich sehr. یعنی من تو رو خیلی دوست دارم.